عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران خوبتون و بینندگان عزیز و گرامیمون. امروز با آموزش آستین سرخود که فکر میکنم طبق معمول فوق العاده ساده است، الگوی خاصی نداره، فقط چند تا تیکه رو به هم دیگه وصل میکنیم و این بلوز خیلی راحت به دست میاد. این الان یقه اونه، زیر سینه برش داره به این صورت. خب اگه اجازه بدیم پس منم به همراه بینندگان می‌کنم. لذت میبرم از این آموزش شما. متشکرم. خب برای درست کردن این بلوز ما میتونیم اینو تونیک بکنیم یا اینکه پیراهنش بکنیم. اصلا احتیاج به چند تا تیکه داریم، هیچ الگوی خاصی نداره. 2 تا مستطیل ما نیاز داریم برای 2 تا آستین این بلوز. ببینید این الان 2 تا آستینشه، یه آستین این طرف، یه آستین این طرف. این مستطیل یعنی زمانی که این باز بشه یه مستطیل میشه به این صورت. خب این مستطیل رو به این شکل درست میکنیم که عرض این مستطیل که قد آستینمونه، یعنی از گوشه گردن تا هر جایی که قد آستین رو بخوایم، این میشه عرض این مستطیل. طول این مستطیل ما 65 تا 75 سانتی متر میگیریم. حالا 65 تا 75 سانتی متر من توضیح میدم. شما میتونید از سرشانه تا زیر سینه رو کاملا اندازه بزنید، 2 برابرش بکنید. منهای 5 2 برابرش که کردیم، منهای 5 سانتی متر، چون پارچه کشیه، این برای پارچه های کش ما این لباس ها استفاده میکنیم، این برش رو استفاده میکنیم. خب این میشه حدودا بین 65 تا 75 برای سایز 36 تا 50 حتی. من الان این 70 سانتی متر گرفتم، پس یه مستطیل درست کردم به عرض 40 به طول 70. اینو روی دولا در میارم، روی دولای باز پارچه، یعنی 2 تا از این مستطیل ما نیاز داریم. وقتی روی دولای باز در بیاریم 2 تا مستطیل برش میزنیم. 2 تا مستطیل دیگه ما نیاز داریم برای نواری که میخوایم به یقش وصل کنیم. این نواری که به یقه میخوایم وصل کنیم 2 تا مستطیل نیاز داریم به طول درست اندازه مستطیل اولمون. من الان اینو 70 گرفتم، اینم باید 70 باشه و به عرض 10 سانتی متر. این 2 تا مستطیل هم روی دولای باز برش میزنی، 2 تا مستطیل به این صورت برش میخوره. احتیاج به زاپاس هم نداره، اینا با زاپاسه. خب این مستطیل همینطوری که روی هم دیگه قرار داره، روی پارچه اگر پارچه همون پشت و رو داشته باشه، روی پارچه به روی پارچه اگر قرار داشته باشه، وسط عرض این مستطیل رو پیدا میکنیم. عرض این مستطیل باید حتما 10 سانتی متر باشه. وسط عرض رو پیدا میکنیم، 5 سانتی متر علامت میزنیم، 15 سانتی متر اینو دلار رو با هم چرخ میکنیم. اینم 15 سانتی متر دلار رو با هم چرخ میکنیم. حالا توضیح میدم که به چه صورت عمل میکنیم. 2 تا تیکه داریم برای قسمت پایین لباسمون، از زیر سینه تا هر اندازه‌ای که خواستیم. این برای این قسمت ما میایم زیر سینه رو دور تا دور سانتی متر رو حلقه میکنیم، زیر سینه رو اندازه گیری میکنیم، کاملا زیر سینه که آکاردمان سینه هم بهش میگن. اگه دفعه به گوشتون خورد، آکاردمان سینه همون زیر سینه است. دور زیر سینه رو اندازه میزنیم. بعد قدش که دلخواهه 35 تا 55 میتونیم بگیریم. یه خط مستقیم میکشیم، 1/4 دور سینه رو اینجا علامت میذاریم، 1/4 باسن رو اینجا علامت میذاریم، با خطکش به هم دیگه وصل میکنیم. اینم ما برش میزنیم در میاریم. 2 تا از این نیاز داریم، یکی برای قسمت جلو، یکی برای قسمت پشت بلوزمون یا تونیکمون. به این صورت وقتی این باز بشه به این شکل میشه. قسمت پایین گشادتره، پایین تونیک یا بلوزمونه. قسمت بالا چون کاملا زیر سینه و زیر برش قرار داره یه مقدار کوچیک‌تره. 2 تا از این نیاز داریم. وقتی این الگومون رو دوباره در بیاریم یه همچین چیزی در آورده میشه. حالا من راجع به دوختش توضیح بدم خدمتتون. این 2 تا مستطیلی که برای نوار گفتم استفاده میکنیم. این مستطیل رو به این شکل ما برش زدیم 10 و به اندازه طول آستینمون که 70 ما گرفتیم. بعد وسط اینو پیدا کردیم 15 سانتی متر اینو چرخ میکنیم، یه سرقایمی اینجا میزنیم. 15 سانتی متر اینو چرخ میکنیم، یه سرقایمی میزنیم. وقتی اینو دوختیم گفتیم روی پارچه به روی پارچه اینو بازش میکنیم به این شکل، به این شکل این باز میشه. این قسمت برای یقمونه، این قسمت برای پشت، این قسمت برای جلو. بعد از اینکه اینو ما بازش کردیم 2 تا مستطیل داشتیم. 2 تا مستطیلی که برای آستینمون بود
این مستطیلی که برای آستین در آورده بودیم اینم یکیش. 2 تا مستطیل و 2 لایه با هم دیگه به 2 طرف این نوار میدوزیم، اینو با هم دیگه میدوزیم، فقط یه سردوز میزنیم، کار خاصی نداره. 2 لایه نوار رو با این مستطیل، طول مستطیلمون میدوزیم و یه سردوز میزنیم به این شکل. این الان بازه برای یقه. بعد از اینکه ما اینو دوختیم، اینو من بذارم اینجا که جلوی دستم باز در باشه، به این صورت این تا میخوره به این شکل، این قرار میگیره. حالا این قسمتی که برای پایین بلوز برش زده بودیم، روی 2 لایه اینطوری برش زده بودیم، گفتیم 2 تا نیاز داریم، یکی قسمت بالا 1/4 زیر سینه، قسمت پایین 1/4 باسن و هم دیگه وصل کردیم. 2 تا از این برش در آوردیم، یکی برای قسمت جلو، یکی برای قسمت پشت. این الان 2 لایه است. وسط اینو پیدا میکنیم، وسطش من یه برش زدم، شروع میکنیم از 1 لایه از درست این خطی که اینجا ما داریم اینو با هم دیگه میدوزیم. یه دوخت ساده، هیچ قلق خاصی نداره، دوخت خاصی نداره و خیلی ساده این دوخته میشه. 2 طرفا یه چرخ ساده روی این میره. بعد از اینکه این چرخو 1 لایه به قسمت روی آستین، 1 لایه از این قسمت پشت بلوزمون هم به قسمت زیری آستین وصل میکنیم. اینو بعد از اینکه ما بدوزیم به این شکل اینطوری برمیگرده. 1 لایه‌شو به قسمت روی وصل کردیم، الان 2 لایه است، سرشانه درز نداره. یه قسمت هم به زیری وصل میکنیم، یعنی به همین شکلی که الان من اینو قرار دادم به قسمت زیری اینو وصل میکنیم. بعد از اینکه اینو وصل کردیم، تنها کاری که این داره اینه که میایم به پشتش میکنیم، از پشت کار ما دوختمون رو انجام میدیم. تنها کاری که ما میخوایم انجام بدیم، یه دوخت از اینجا انجام میدیم میریم تا پایین از پشت لباس، یه دوختم از این طرف انجام میدیم میریم تا پایین. به این صورت بلوزی که ما میخوایم، تونیکی که میخوایم برش میخوره و اینم یقه اونه. اگر احتمالاً خواستین یقه بسته تر باشه، میتونیم 15 سانتی متری که ما دوخت رفتیم بالاتر یا پایین تر دوختا انجام بدین، روی نوار انجام دادیم. و بعد از اینکه یه مدت اینو پوشیدین، اگه دوست داشتین میتونین مچ اون رو تنگ بکنین به این صورت، حالت آستین کیمونو. و اگر زیر سینه گشاد بود، میتونین دوخت اینجا رو یه مقدار بیشتر برین، بعدن اینو قیچی بزنین. به این صورت بلوزمون آماده میشه و این بلوز به دست میاد. دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردید. بسیار زیبا و خیلی هم راحت برای درست کردن. واقعا ازتون سپاسگزارم، خیلی لطف کردین، بزرگواری کردین، خیلی زیبا و راحت. امیدوارم که برای خودشون بدوزن، بپوشن و توی بهترین و شادترین لحظات زندگیشون این لباسات ان شاء الله به یاد شما باشن. متشکرم، سپاسگزارم.